لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل یک قریه، روستایی، دهی، شهری ایمان و تقوا داشته باشن، ایمان به خدا شکر خداست، تقوای خدا هم شکر خداست، این دوتا خصلت داشته باشن، من درهای، نگفته یک درهای برکات آسمان و زمین رو هر دوتا براشون باز میکنم. حالا تعویلش بگیر. پس شکر در حقیقت تقویت من و توست. یک نکته بگم شاید برای خیلی هم قابل هضم نباشه. اگر شخصی از من و شما روزه و شب و روز 1000 رکعت نماز بخونه، بازم در چشم خدا بزرگ نمیشه. شب و روز 1000 رکعت نماز. اگر یک روز در میان روزه حضرت داوود علیه السلام هم بگیره، بازم در نظر خدا بزرگ نمیشه. اگر روز 5 جز قرآن هم تلاوت بکنه، بازم در نظر خدا بزرگ نمیشه و توسعه پیدا نمیکنه. چون 1000 رکعت نمازش، روزش، تلاوتش فقط برای شخص خودشه. هر انسانی فقط نیتش خودش باشه، این بزرگ نمیشه. این روز به روز با همه عبادتهاش کوچکتر میشه. این خدایی نشده هنوز. شاید تعجب بکنی روز شب 1000 رکعت داره نماز میخونه، چطوری خدایی نشده؟ اگر این خدایی نیست پس که خداییه؟ چون این فقط نمازشو برای خودش میخواد، چیز خوب فقط برای خودش، و این به فکر توسعه نیست در جامعه. ولی خداوند به فکر توسعه در بندگانش هست. بندگان توسعه طلب، اونهایی که دنبال اینن که جامعه بشری و اسلامی و انسانی رو توسعه بدن. اما اگر یک قدم کوچک برای خلق خدا بردارید، این اولین قدم برای بزرگیته و حالا تو شدی خدایی و ربانی. چرا؟ چون خدا خیرخواه بندگانشه و بندی رو با دید بزرگی بهش نگاه میکنه که علاوه بر مسائل شخصی خودش و عبادتهای شخصیش، قدمهایی برای بندگان خدا برمیداره. و هرچی این قدمها بیشتر باشه برای بندگان خدا، روز به روز هم در نظر خلق خدا و هم در نظر خدا تو بزرگتر میشی و توسعه پذیرتر میشی. 1000 رکعت نماز برای خودت به اندازه یک قدم برای بندگان خدا نیست. قاطی نکنید. کنتم خیر امة اخرجت للناس. خیر امت شدن برای خروج در راه خداست، برای خدمت به خلق خداست. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. این خیریت برای تعلیم دیگرانه. اگر به یک نفر پرداختید، تو به اندازه یک نفر نزد خدا بزرگ شدید. اگر به 2 نفر پرداختی، به اندازه 2 نفر. اگر به یک شهر پرداختی، به اندازه یک شهر بزرگ شدید. اگر به اندازه یک جامعه، یک استان، یک کشور، اگر به اندازه بشریت فکر کردید و قدم برداشتید و دعا کردید، به اندازه تک تک این انسان ها بزرگ خواهید شد. و این آیه در حق شما صدق میکنه. و رفعنا لک ذکرک، نام تو رو بلند کردیم. بعضی انسان ها خیلی بزرگ شدن، بزرگتر از زمین و آسمان در نظر خداوند. تو بضاعت مالی و زندگیشون هم خیلی ساده بودن. کسی فکر نمی‌کرد که اینقدر بزرگ بشن. میگم امام بخاری محمد ابن اسماعیل با یتیمی بزرگ شده توسط مادرش. بچه بود، به سن بلوغ نرسیده بود که پدرش فوت کرد. مادرش دست این بچه رو گرفت برد به بلاد حرمین. یک زن، اونم نه امروز که با هواپیما سوار بشه بلیط بگیره 2 ساعت بره اونجا خطری اونو تهدید نکنه. اون روز که رسیدن به حرمین از بخارا و سمنقند شاید 6 ماه طول میکشیده. تو این بیابان برهود با این راهزنا و قافله و طوفانای شن و قحطی و همه خطرهایی که اونا رو تهدید میکرد، یک زن
دست صغیرش میگیره، در به در فقط آدرس دادن که تو حرمین اونجا کل علما جمع میشن، خصوصا چه مسجد الحرام از انحاء عالم اسلامی تو دلش انداخته خدا که این بچه رو ببرم اونجا که از محضر علمای جهان اسلامی که اونجا هستن استفاده بکنه. این مادر چقدر به فکر توسعه است. یک مادری که بچه رو با یتیمی بزرگ کرده الان میشه امیرالمومنین در حدیث. بالاتر از بخاری دارید؟ یک یتیم. ما به فکر بزرگ شدن نبودیم، همش به فکر کوچیکی خودمونیم، همش به فکر کوچیکی فرزندانمونیم. به کارتون پفک خریدیم و کتاب گذاشتیم تو چه؟ زیر تخت که بچه ها بخورن پفک بشن. باور بکنی به کارتون از آدامسش گرفته و شکلاتش گرفته و نمیدونم فلانش گرفته و پفکش گرفته و چیپسش گرفته و این به فکر بزرگیشه. یک کتاب تو خونه نیست، یک کتاب. سیدی های مبتذل تا دلت بخواد از آهنگ های مبتذل، از هندی و ترکی و نمیدونم عربیش و انگلیسیشو که میفهمه و نمیفهمه. یک سیدی سخنرانی مثلا یک عالمی که در اون تحول ایجاد بکنه تو خانواده نیست. یک مادر بچه یتیم و دستش میگیره، مادر بریم بلاد حرمین، اونجا در محضر علما زانو بزنید. میگه شبی همین محمد ابن اسماعیل این نوجوان در خواب دید که دو زانو جلو رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته، زانو زده، یک بادزنی دستشه، مگس معذرت میخوام میشنه رو صورت مبارک، این با بادزن دور میکنه. یک دفعه از خواب پرید که نه رسول الله هست صلی الله علیه وسلم، نه مگسی نه بادزنی. رفت پیش استادش، گفت جناب شیخ همچین خوابی تعبیرش چیه؟ استاد گفت که تو احادیث دروغینی که به پیامبر چسباندن، تو احادیث دروغ دفع میکنید. این مگس تعبیر احادیث دروغه و این بادزن علم حدیثه که تو دنبالشید، میری دنبالش، عالم میشید. دیگه همت در من بلند شد، تعبیر خواب. دیگه رفتم دنبال علم حدیث، جمع‌آوری صحیح ترین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و کسانی که دروغ گفته بودن پشت سر رسول الله همه رو چرت کردم، احادیث صحیح رو جمع کردم. بعد میگفت که برای هر حدیثی که بنویسم بعد از سفرهای طولانی با چارپا و سختی ها و مشکلات، اگر یک حدیث به دست می آورد با اون شروط سختش، اول 2 رکعت نماز استخاره وضو میگیره برای هر حدیثی که بنویسه. بعد از صحتش، به صحت رسیده نزدش ولی بازم جرئت نمیکنه بنویسه، میگه 2 رکعت اول وضو میگرفتم برای هر حدیث، برای هر حدیث 2 رکعت سنت استخاره، برای هر حدیث دعا. اگر نزدیک 7000 حدیث تو بخاری باشه، این جوان 7000 بار وضو گرفته، 14000 رکعت نماز خونده، 7000 بار دعا کرده که این حدیث بنویسم یا ننویسم. شایسته است که این جوان و این کتاب صحیح ترین کتاب در امت اسلامی باشه بعد از کلام خدا قرآن.